آسی هستم. خیلی خوشحالم از اینکه تو برنامه شما یعنی صندلی داغ شرکت میکنم. عرض کنم البته ناگفته نمونه که من رو صندلی‌های داغ زیادی نشستم تو مذاکرات مختلف. خیلی تحصیلاتتون تا چه مقطعی بوده و در چه رشته‌ای؟ والا تحصیلات تا مقطع مذاکره بود، یعنی درست موقع مذاکره تحصیل کرد. وقتی هم که مذاکره پیش اومد رفتم جوشکاری با دستگاه کراکر. بیزنس منیجمنت. بابات بز نیست من، بابات بز هست من احتمال. اما اگه منظورت در بز نیست من دلالیه، چاکرت با حاجی کاظمی سالای سال تو قم کارچاق کن بود. واسه خاطر همینم بود که ما رو بردن واسه مذاکره و معامله و خلاصه کاسبی و این حرفا و تو بیا و برو و اینا. میشه گفت دکتر از بچه های درس خونه، حالا موقع نوجوانیتون از بچه درس خونا بوده؟ نه نمیشه گفت، چون اگه درس خون بودم یه چیز حالیم بود. تو اون وقت تو هیئت مذاکره رام نمیداد دنا تو حالا بیا. یعنی در هر صورت میشه گفت که در رشته بسیجیولوژی شاگرد اول بودم. خب هم مرزیتون هم اذیت میکردید آقا؟ عزت که زیاد میکردم، البته دو طرفه بود. ما با امر به معروف و نهی از منکر اذیت میکردیم، هم مدرسه یامون هم سر صورت ما رو اذیت میکردن. یعنی خلاصه یه جای قلمبه و خلاصه بادمجون و بیقراره و اینا و برو و بویا. تو چی اینجوری میکن؟ من نفهمم واسه کی داری فیلم؟ ما خودمون براد پیت دنیاییم. برو و بیا و این حرفا و برا نکو. این تو میکنه همینطوری بمونی واسه عمری. این فکر ایجاد این مذاکره از کجا تولید شد؟ از کجا به این فکر شما و دوستان شما رسید؟ فکرش که جای خوبی شکل گرفت. یعنی درست نقطه‌ای بود که جیرجیر حقه چوبک مقام عظما در اومده بودو ولو بیا و هونا که بگی در رفت دودو. بحث این بود که اوضاع پتاله. یعنی چیه؟ پنالته. بازی داره میکشه به پنالتی. اینجا بود که چیه؟ ارنج عوض شد. مقام عظما حاجی کاظمی قمی رو گذاشت نوک حمله، ما هم شدیم دستش. حالا دسته و نوک و بیا و دو حالا و برو و حال و حول و اینا و مذاکره و اونا. از بودجه دولتی کار شروع کردید یا از بودجه شخصی؟ والا بودجه شخصی و بودجه دولتی نداره. جیب دولت جیب ماست، جیب ما هم جیب ماست. خلاصه موقع مذاکره رو باید یه چیزی بدی. من اون موقع مذاکره اخیر رو برات بگم، من دست کردم تو جیب آقای کاظمی قمی، دیدم شپش سقاب میندازه. اون دست کرد تو جیب ما، دید کک داره ما پله میزنه. حالا کلاکر بالا سرمون واسطه با صورت حساب. گفتیم دست کنیم تو جیب مقام عظما که ایشون هم یه دونه گذاشت رو دست. اولین ساختمون کجا بود دکتر؟ اولین ساختمون تو خبر عربستان بود. کار تمیزی بود. 80 طبقه 21 ثانیه اومد همکف. دینامیت گذاشته بودم اندازه کلت. 2 یومش تو بوینس آیرس بود. جان تو نباشه جان عزیزت با یه دینامیت 600 پوند ترکوندمش. حالا تو بیا و برو و برنگرد و اینا. تا 180 تا بیشتر نبود. من میگم 600 تا، تو هم بگو 600 تا. بادم جون تو چی میدونی TNT رو با کدوم سه دندونه میمیسن؟ زیاد قیافه بگیری 600 تایی میچسبونم صندلی، 2 شماره همچی داغش جز بزنی. قبل از انقلاب چند تا مثل تو در ایران ما داشتیم؟ مثل من؟ یعنی اگه خودم؟ یعنی کرم؟ اصلا تو دنیا نی. یعنی اینجوری هیکل وندامی موابور چش آبی اصلا نداریم. تهران چقدره؟ بزرگه. تهران بزرگه، ولی تو بمیری بغداد اگه بهش بچسبه بزرگتر میشه. انشالله اگه مذاکرات طول بکشه بچه هم تو فاصله مذاکرات به جنبن و ماسک و غنی کنن، میفهمی دیگه ها؟ خلاصه آره و اینا و تو برو و بیا و بمیر و بگیر و بپوش و اینا. بغداد و تهرون و واسط میچسبونن به هم. بعد اون وقت بزرگ میشه که تو میتونی صندلی داغو به زبون عربی اجرا کنی. الکرسیتون هارتون. نه تو بیا و حالا و برو.
از نظر اداری اگر یکی تصمیم بگیره بیاد دکتر رو ببینه چقدر طول میکشه آقای دکتر؟ اگه منظورتون دکتر احمدی نژاده که دیدنشون کار سختی، حتی خود مقام عظمام وقتی میخوان نگاهشون کنن عینک دودی میزن. من خودم با وجود این که از زمان سفارتگیری باشونم، اما هر بار که میبینمشون کلیم سنگ میسازه. تو چه اینجوری میکنی؟ با اون مو سفیدت خجالت نمیکشی و اینا و حالا برو و بیا؟ بابا مقام عظمای ولایت هم سن و سال تو بود، ولی او کجا و تو کجا؟ اینجوری میکنی واسه کی میکنی؟ یا جفت کاساتو کاسه چی میکنم و نکن این کارو. احسن.